و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم و اقم به الحق و ادهز به الباطل و عدل به اولیاءک و اذلل به اعداءک. قال الصادق علیه السلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این حدیث شریف از امام صادق رئیس مذهب ما شیعیانه که فرمودن شیعیان ما از زیادی گل ما خلق شدن، مسرورند به سرور و شادمانی ما و محزونند در حزن و غم ما. این علامت دوستی و محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. این که ما در این روزها مسرور و شادیم به خوشنودی بیبی عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها است. در مدت سال به مصائب این خاندان میگریم. امروز هم که روز سرور بیبی عالم زهرای مرضیه است، دل ما شاد و مسروره. امیدواریم انشاءالله این سرور و شادی به فرج حضرت مهدی انشاءالله توأم باشد. البته برای تذکر ممکنه یه وقتی این نواری که گرفته میشه دست دوستان مثلا به دست اهل تسنن برادران ما بیفته، این توجه داشته باشن که لعنت ما به این شجره خبیثه کینه و عداوت پدری نیست. ما که اونها رو ندیدیم، تماسی هم نداشتیم با ایشون، اهل بیت عصمت و طهارت را هم ندیدیم، اما چون این خاندان اهل بیت عصمت و طهارت پیشوای مردم، مؤمن به حق و نجات دهنده بشریتن، خدمت به اسلام و دین خدا کردن، از این جهت ما به این خاندان ارادت داریم و نسبت به آنها محبت می‌ورزیم، به محبت پروردگار متعال که حضرت فرمود هل الدین الا الحب و البغض. اصلا اساس دین محبت و دوستی خداست و اون چرا که خدا دوست داره، و دشمنی برای خداست و اون چرا که خدا دشمن داره. چون اینها رو خدا لعنت کرده در قرآن، پیغمبر خدا لعنت کرده، همینطور که شنیدید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند روز قیامت غضب می کند به غضب فاطمه و راضی و خشنود می شود از مردم به رضای فاطمه اطهر سلام الله علیها. و اون بیبی در آخرین روزهای رحلتشون بر این 3 نفر غضبناک بودن، حتی آمدن حلال بودی به طلبن، بیبی صورتشو برگردون و اصلا اعتنا بهشون نکرد و با اشک چشم و بغض در گلو از دنیا رفت. این دیگه خیلی روشنه. برادران تسنن ما هم که اگر اهل مطالعه باشن و کتابهای خودشونو بخوانن، خودشون قضاوت میکنن که حق با ماست، منتها لجاج و عناد و عصبیت نمیگذاره تسلیم بشن و علمای خائنشون نمیگذارن. از این جهت ما به اینها دشمنیم و دوست اهل بیتیم و این دشمنی و دوستی ما فقط به خاطر پروردگار متعاله و آیات قرآنی که به ما رسیده و احادیث اهل بیت و این اشعاری که سروده شده برای خوشنودی زهرای مرضیه سلام الله علیها
تمامش مضامین احادیث اهل بیت و آیاتی از قرآن مجید، همش با سند و مدرک. بعضی از ابیاتش استفاده شده از مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه از القدیر که ایشان احادیثی در این باره نقل کردن، اونجا مضمونش به شعر آمده. خداوند متعال انشاءالله همه ما را همینطور که در دنیا با اونها مأنوسیم، در آخرت هم ما را با اونها مأنوس کنه و در جوار اونها ما را قرار بده و ما را به شفاعت اون خاندان نائل بفرماید برای شادی روح فاطمه اطهر و ائمه معصومین و علمای اسلام و مؤمنین یه صلوات عنایت بفرمایید. هر اون زمان که یادی از غصب خلافت کنم، یاد چو از قدیر خم منقض بیعت کنم، به اولی و دومی همیشه لعنت کنم، بدین عمل یقین که از علی حمایت کنم، این بود از فروع دین شیعه اثنا عشر، بگو با آواز جلیل چون که اساس دین ما محبت و کین بود، کینه ما به او به مقتضای آیین بود، خدا چنین گفته که او مخالف دین بود، جان خودت لعنت حق سزای بیدین بود، وای بر اون کسی که شد ز دین حق بی خبر، بگو با آواز جلیل لعنت حق او شد به خدا مذهب و آیین ما، دشمنیش علامت خلوص در دین ما، به خاطر خدا بود دشمنی و کین ما، نفاق او مسلم است به چشم حق بین ما، ز کفر و بدعتش شده جان پر از شور و شر، بگو با آواز جلیل هر اون که لعنت به عمر ز روی ایمان کند، ثواب او مطابقت به ختم قرآن کند، به لعن او بندگی خدای رحمان کند، بدین عمل خدا به بنده لطف و احسان کند، خدا بکن تو دم بدم عذاب او بیشتر، بگو با آواز جلیل بعد رحلت نبی اون سگ شوم و دغا، شیر خدا خانه نشین کرد به ظلم و جفا، نمود بوزینه به مسند پیمبر به پا، ببین چگونه کرد کفر و شرک خود برملا، اگر که عاقلی قضاوت بنما ای پسر، بگو با آواز جلیل
چون سگ بی دین جفا پیشه بی عاطفه قصب فدک کرد ز محبوبه حق فاطمه عجب که از عذاب حق نکرد او واهمه برای خود خرید او لعنت حق دائمه ببین که جایشون خدا داده به قعر سقر بگو باز جمیل بازوی شاهنشه دین چو خواست بندد طناب ربود او را ز زمین علی به مثل عقاب زد به زمین نشست روی سینه‌اش بود تراب چنان گلویش بفشرد که کرد خود را خراب گفت غلط کردم و گه خوردم یا شیر نر بگو باز جمیل گفت علی شاه نجف به او که ای پیر گبر بدان اگر نبی نکرده بود امرم به سر از تنت گرفته بودم به جفا و به جبر منم علی صف شکن و دلاورم چون حجر ولی مطیع حقم و ندارم از خود نظر بگو باز جمیل حیا نکرد اون کافر دور از خدا کرد به خانه خود او مجلس شورا به پا مگر خدا نکرده تعیین خلیفه چرا علی بود خلیفه رسول هر دو سرا به زور شد خلیفه این احمق از خربتر بگو باز جمیل از غیرت خود مثال خنزیر بود دراز و روسیابی مصرف و اکبیر بود دست بده داشت اگرچه ظاهرا پیر بود از این جهت همیشه مفلوک و زمینگیر بود همیشه مفعول و سرافکنده بود اون خیره سر بگو خداوند متعال در قرآن مجید برای شجره طیبه مثال زده و برای شجره خبیثه هم همینطور. این اشعاری که الان گفته میشه درباره شجره این ملعونه. ببینید واقعا اگر حسب و نسبی هم هست اینه بهش میگن حسب و نسب. اگر که خواهی شوی آگه ز کرامات او عیان شود برای تو شأن و مقامات او بیان کنم شمعی از بهر تو حالات او که هرچه داری به شکم بکن به خیرات او کنم تو را از حسب و از نسبش با خبر جده او بود زنی فاسقه و بد عمل خانه او باز درش بر همه اهل محل روزی آمد به برش مرد خبیثی دغل
زد به دواتش قلم و مسئلهش کرد حل، گشت به هم جفت یکی نر خر و ماچ خر. تا که بیامیخت به اون زن شد از او بارور، حاصل اون زن شد از اون مردک فاسق پسر. کام گرفت عاقبت از مادرشون کر خر، مادره شد حامله از اون پسر بد پدر. توف به چنین مادر و با این پسر و این پدر. دخترکی زیندو به زودی به جهان پا نهاد، بد عنق و خیره سر و زشت رخ و بد نهاد. عاقبت اون دختره داد هستی خود را به باد، با پدرش گشت هماغوش و مرادش بداد. داد به زودی به زمان نخل مرادش ثمر. نتیجه زین زن پدر ناکس و اون دخترک انترش، بلی عمر سرشته شد آب و گل و جوهرش. ببین به اصل و نسب و این شجر و این برش، هست بدان عمه و هم خواهر او مادرش. نیز بود دایی و هم جدش او را پدر. بگو با آری این چنین شجر چنین برآرد ثمر. این جد و این پدر و مادر و این هم پسر. اصل شقا مایه هر فتنه و آشوب و شر. این شجر نامه بود از کتب معتبر، بهر شناسایی او نوشتم این مختصر. بگو سنیان در کتب معتبر، محبت علی بود محک برای بشر. به قلب هر که نیست حب حیدر حیدر، حرام زاده است یا ملوت اون بدگوهر. به غیر داد پای خود مادر این بی پدر. به این حدیث از القدیر آیت الله امینی است رضوان الله تعالی علیه. برای شادی روح این مرحوم یه صلوات اینا برای آزمایش از دختر خود یا پسر، که هست نسل غیر یا که هست نیکو سیر. بر سر راه مرتضی نشسته در ره گذر، که دوست داری این عرب یا نه برگو نظر. اگر که گفت نه نباشد او ز نسل پدر، یقین که رفته مادرش به هرزگی و ددر. بگو با
تو حال دشمنان اون شه بحر و بر، به اولی و دومی و سومی کن نظر، که نیست در وجودشون ز خیر اصلا خبر. وای به مردمی که شد شفیع اونها عمر، ببین شده عصاکش کوری کور دگر. سنی و شیعه اثنا عشر که گفت اگر علی نبود هلاک می شد عمر. همه نوشتن ز راویان و اهل خبر، به جهل خود معترف و این خبر است معتبر. جاهل و نادان نشود به مردمی راهبر. بگو خواست که دشمنی کند او به رسول و امام، کرد حرام حق حلال، حلال او را حرام. گفت دو چیز را نمودم به شما من حرام، حج تمتع بود و متع یا خاص و عام. خواست که مثل خود زنا زاده کند بیشتر. چنین علی عالی شه دنیا و دین، که متع را اگر نمی کرد حرام لعین. کسی نمی کرد زنا مگر شقی بعد از این، ببین چگونه دشمنی کرد به امام مبین. لعنت حق بر اهل بدعت همگی سر به سر. نام علی نوشته حق به صورت هر بشر، ولی نظر کن تو به نام ناشریف عمر. به خط نستعلیق در اسافلت کن نظر، که مقعد است عین و بیزمیم و را هم ذکر. این سه اگر شود به هم زمیم گردد عمر. فاطمه عجب رسید بر هدف، گشت ابو لؤلؤ با وفا چو با او طرف. کار چو زد به خیک او گشت همون دم تلف. به شکر این عید بزرگ بزن مرتب تو کف. آمد و خلیفه در چنین شبی زرتش غمسور شد. خلیفه در چنین شبی زرتش غمسور شد. با شکم دریده او وارد در گور شد. ابو لؤلؤ به لطف حق فاتح و منصور شد. عثمان لنگ چو دید این واقعه رنجور شد. یاخه پایین زد چاک و دست غم زد به سر. بوبک
ملک در جهنم انتظار او می کشید که روح او ز مستراح تن به ناگه پرید. با طوق آتشین و مشک پاره او را چو دید، نعره زد از عذاب دوزخ و بگفت ای انیس، کاش به تو نمی شدم رفیق ای بدسیر. بگو اشاره به این آیه شریفه است این بیت که وقتی اینا هم دیگر رو میبینن میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من پدر سوختر رفیق نمیگرفتم که روزگارم به اینجا بکشه. هر دو به مثل سگ پشیمان ز خطاهایشون، به سرزنان از ستم و ظلم و جفایشون، سلسله های آتشین بسته به پایشون، آلوده از حمیم و قسلین همه اعضایشون، میان تابوت گرفته جا به قعر سقر. عثمان لنگ از عقب به جمع ایشان رسید، وارد دوزخ بشدن به راه باطل شهید. چو دید اون عذابها به خشتک خود برید، گفت خدا عذاب تو فزون کند ای پلید. چه ظلم‌ها که کردی بر دختر خیرالبشر. جهل و بو سفیان معاویه و سندش یزید، بن سعد و شمر و خولی و بولهب ابن الرشید، هارون و بن زیاد و هرمله سنان و ولید، معتمد و قنفذ و منصور و هشام پلید. جمله شدن میهمان بون سگ بدگوهر. بنی امیه و متابعین او سر به سر، ز غاصبین و ظالمین و مبدعین اهل شر. به پیشوای خود عمر رسند اندر سقر، خورند زقوم و سدید جای شهد و شکر. چنین بود سزای اون قوم زق بی خبر. برای تسلیت بیا تو روده پرباد کن، ز بادهای معده روح نحس او شاد کن. تو بند زیر جامعت بکسل و آزاد کن، ز خشک و تر نثار انسانی شداد کن. بگو قبول کن ز ما تو هدیه مختصر. خدا عذاب تو بی حد و بی مر کند، ریش و سبیلت بکند مثال انتر کند. قصاص فاطمه ز تو خدای اکبر کند، اهل جهنم ز عذاب تو مکدر کند. ز سوز دل نعره کشی مثال خر ارهر.
به موقعش میاد. اتفاقا این مصرع یک بیت همونطور که داشتم میرسیم طرف خلا یادم اومد، یه مقدارش هم همونجا درست شده اصلا. هر آن زمان که رو کنم به سوی بیت الخلا، بینید واقعا همجورا، هر آن زمان که رو کنم به سوی بیت الخلا، نام تو یاد آورم و ز روی صدق و صفا، نثار روح تو کنم 7 عدد با صدا، اگر زیادم برود باز نمایم قضا، شاید از این پیام من شود دماغ تو تب. ز کثرت گناه ما الهنا نیست شک، حال که جا داده ای آن سگ لعین در درک، گناه ما هم بنه برگردن آن پیر سگ، به جای ما عذاب کن اون کپک اغلی کپک، زاتش سوزان تو بزن به جان نحس شرر، بگو با آواز یکی